آواز رو میدارم. باید نگرزی سو. باید تو اینجا بیا. فهمو اکا فهمو میدیم حاضر. باری او را از همه خوبتر تو میتوانی دست بکنی. شنیدم؟ داشتن میتوانی. کنی دو چی؟ فرهاد در اینجا چی کار داری؟ از اونجا تو رو دیدم. بین با تو چی گرفتم. این رو برای تو گرفتم. گرفتن نمیتوانم. برای چی؟ تو نامزدی من نیستی مادر. نامزدی تو هستم لیکن این خیلی باشد این رو بگیر. فهمو با تو هم بیشترین حقیقی نامزدی نگرفتم اما احوالی مادیم و نقصر شاید میگیرم. حتی از همه بهترینش رو میگیرم. این خیلی گفتنی نبودم. من نه خواهش انگشترین و نه خواهش دستپانه رو دارم. این خیلی باشد خواهشی چی رو داری؟ اگر تو این رو گیری من هم وی رو با انگشتانه میکنم. تو برای من این رو با دستانی خودم دوختم. نه نمیدیم. اگر مرا نیز شریک کنید میدیم. اگر نکنید نمیدیم. اگر قدرت میداشتم تمام لالهای بدخشان رو برآورده زیر پایهایت میگذاشتم. برای چی؟ برای تو رو چقدر دوست داشتگیم رو نشان دادم. با لال و گنج چیزهای خستگیت رو میگرفتی. حاضر بر این از قفای بره و بوزیچه نمیگشتی. یک چند خدمتگارت میشد و آنگاه هیچ کاری نمیکردی. لیکن من کار نکردن نمیتوانم. دلم زیغ میشود. این خیلی باشد طاقت من مشغول میشوی یا این طور هم دلت زیغ میشود؟ زهرا لبای یک بورکک هم نگفتی که مرا دوست میداری. نمیگویم. برای چه؟ خانه‌دار شویم هم نمیگویی؟ من زودگو نیستم. کسی می آید. من زود می روم لیکن تو نبیا. اگر بیند عیب می شود. مایلش من تو رو برای زودگو نبودن دوست می‌دارم. وقتی که قاچاقبران با گلوگاه سنگ‌ها وارد شدن ما عملیات را سر می‌کنیم. عسکران را چطور آماده کردید؟ همه‌شان شبانه به جای‌های معین جاگیر شدند. نفس‌های گرفته‌شان را حساب کرده می‌توانیم. با برابر به گلوگاه در آمدن به عملیات شروع می‌کنیم. احسن بسیار خوب. بخیر است؟ نمی‌دانم. تو انتظار شد. ای خدایا. خدا نگه داشت.
майлаш ту боло рав, ҷойгир шава, ман меоям. ин чӣ гап? ақаллан изҳори ташаккур намекунӣ? ба зудӣ тормоз намекардем, барача мемурд. ҳайвонро наҷот додӣ. бахшанда ва гирандаи ҷон танҳо худо аст. мо ҳоло бо ту ва мехӯрем. ایستا نگریز، نباشم و مادرم میگویم. همه آماده بود. انا دیدی تو را دستگیر کردم. اگنا پولم رو ده. آماده باشید، حاضر شدن. نزدیک می شود. آتش ایستید! تسلیم شوید! آتش! تسلیم بشوید. طرفی چپ. آهسته. ظفر زود باش. از گردنی من پراندم. از گردنم ایستو بینم. می‌آید. مرد تمامی دردها را دوا میشه. بردارید این لعنتی را. ایستو کماندیر. ایستو گپ زنیم. مصلحت کنیم. ایستو. مصلحت کنیم؟ اوه. با تو؟ بله با من.
نگاه کنید در اینجا مالهای قیمت بها موجود است در بالای اسبا بسیار مالهای قیمت بها کماندیر هم به تو هم به من میرسد چی؟ اکنون با من شریکی را پیشنهاد می‌کنی؟ من همین چیز را میدانم که شریکی با آدمانی برابر میشه. حالا ما برابریم. برابریم. مرا گوش نکرده با خواهش خود کار کردی. بغیر از این با شخصانی وی طرف سرحد باوری کردی. باز به بالای این کارهایت آنها را خوراندی. حاضر جریمه کارهایت را میسپاری. کماندیر به تو از 110%. از 110%. یک بار به اطرافت نگاه کن. در اینجا چقدر آدمان مردند؟ مگر این آدمان جان نداشتند؟ آنها برای چی مردند؟ مایلی فهمو کماندیر از 120%. نه از 120%؟ نه نمیشه. از 160%. از 140 از آن تو میشه. لیکن با وضعیت حاضر نگاه کنیم. از 140% هم برای چه از آنی من نشود؟ برای همین راهی ما تا اینجا بوده است. الوداع کماندیر. تو رو نپرانده این خوری پرنده است. اگر خوی خودت بی چرا مسخره میکنی؟ سختت دیدم. نخند. مسخره نمی کنم. از خورسندی میخوام گفتم بیا رویم زودتر از اینجا. در خاطر دار این حادثه رو به مادرم و به هیچ کس نمیگویی. فهمیدی؟ رفتیم. برای چی میخندی؟ همین از این میبرد که زهرا جنی تو است. چی؟ خیز از جهت راستی است. تو عمک زهرا هستی؟ بله. به خاطر زهرا تو را بخشیدم. از حیثه باشد به تو از 100 چی؟ مهر پولی. مهر پولی؟ بله مهر پولی. فهمیدی؟ کاری با عرق جمین پر برکت است. ماشاءالله. بله پر برکت. یکی میگوید به کوه برو با قاچاقچیان شد. دیگری باشد نشعکیش کن تا که غرق پول شدی میگوید. بسیار خوش است لیکن در آخرت سوال جواب دارد نمی شود. همین طور نیست پسرم. او عقل این کس به هوا. در خواب دوست داشتد رو دیدگی بری نگاه میکنی. پدر شما روید استراحت کنید. من کار را میکنم. کار را با تو گذارم تا سحر تمام نمیشود. نمیشود. ماشین پر شد. رب. نه پدر. کنی رب گفتم. رب. ای پدر جان. حسین بیا نزدم بیا. از این میبرد که به مادرم شمالدیه سرخ میخریم. باز یکون چیزی خوب انتخاب کردی؟ من با اکای فرحت میخریم. تو پول ندادی. چی خیر؟ من هم در این عید از دست بوسه کرده بودم که. میدونم لیکن من از تو بسیار بوسیدم. لیکن من تو رو حمایت کردم. اگر من نمی بودم ممکن تو رو میکشتم. اگر پولم رو گرفته نمیگریختی ما با آنجا نمیافتی. بگذار ولی من تو رو حمایت کردم. همراه گیریم چی میشود؟ نه نمیشود. خیر این خیل باشد تو گیر یک جای به مادرمون میدیم میشود؟ مالس میشود. این طور که باشد کنی مرا دار.
آنها را به جایش گذار. دیگر نصیحه نمیدهیم. ما نو قرضهایمان را سپاریدیم. بعد چند ماه به هر مشتریمان نصیحه بار فروشیم، ما خود چیکار کنیم؟ خودش از هر بار 2 یا 3 درهم فایده میکنیم. با پول نقد خریده و نصیحه فروشیم ضرر میکنیم. خواهرم بخشش. در خانه فرزندان گرسنه‌اند. میدونی که در خانه کودک داریم. در خانه یگان چیزی خوردنی نداریم. پدرشون در روزهای نزدیک معاشش را میگیرد. وقتی که معاشش را گرفت بعد آمده میخری. من یگان کس را خورانده نمیتوانم. خواهرم همه گرسنه ها را من خورانده نمیتوانم. اگر فرزندانت باشد من چیکار کنم؟ من هم فرزند دارم. با آنها هم هر روز خوراک و پوشاک لازم. در اینجا. شما کجا گم شدیتون؟ این چی؟ واقعا در این پاهایمان رو جمع کرده باش این فرزندان من با جای خودشان را فکر کنند، مادرشان را فکر کردند. البته فکر میکنیم. تو همچون اپا کلان شدی و او کوید را فکر کردی. مادر هدیه‌تان را کشید آخر. مرا بسیار خرسند کردیتون. در جشن آینده تحفه پسندیده‌تان رو میگیریم. این اشک خرسندی است. رفیق سردارم، با یک تیر 2 نشان گرفتن انا این است. حالا میبینید اژدر با دستان خود و دختر را به شما میدهد. به شرف است. جیان یتیم خود را از جانش افضلتر دانسته و به ما سودا کرد. به شرف است. کماندیر خلیچ ام دهید. کماندیر پول با زودی میفرستانم. کماندیر با امر شما. خودت را زند امرت را هم. شما فقط امر میگید، فقط امر میگید. دیگر از عهده یکم کار نمیبرایید. خیلی چین کارا کن، خیلی پول را فرست. چی شد سردار؟ ما در اینجا مبارزه میبریم، آنها از جای ایستادهشان امر میدهند. حصه هنگوف هم از آنها. این کاری درست است؟ مگر این عدالت است؟ لیکن کار نباید این طرف دوام یابد. باید یگان علاجش را یابیم. سردار یگان نقشه دارید؟ میابیم. فرصتی مناسب را انتظارم. اگر آن فرصت فرا رسد بعد میبینی که من کی هستم.
این آخرین عملیات می باشد که ما با شکر آمیخته کرده میبریم. برای چی؟ دیگر این کار رو بس میکنیم؟ نه، کاری دیگر است. با شورویان عملیات تیلا را اجرا میکنیم. چی طور؟ چی خیل چی طور؟ این کار را که چی طور اجرا کردیم آن را هم همین خیل اجرا میکنیم. ما به خلطه میاندازیم، استا حمزه باشد میکشاند. البته وای فکر میکند که فقط شکر میکشد. انسانی ساده میباشد. که این کار رو میکنیم؟ پگاه عسکری شوروی آماده است. وقتی کوچه های تیلا از سرحد گذشت، بعد ما تیلا را به ماشین بارکش بار میکنیم. در زیر همون شکر ها؟ آقای ممیش آقای ممیش شما را ممکن؟ آمدم بده مایلش تو بیرم. آقای ممیش خبردار باشد ماشین مرکش پر شد و راه می براید. فهمو آمادم. بی ناموسا بی شرفان. پدر یگان چیز نمی شود؟ نمی شود. کار شدگی علکش شد. من تا این دم به شما فرزندانم برای خوراندن نان حلال کار کردم، لیکن این بی ناموسا این را استفاده برده کارهای غیر قانونی کردن. اگر پلیس ما رو گناهکار کند چی؟ نه، گناهکار نمی کند. این ماشین بارکش است و بار از آنها می باشد. پسرم اگر به پلیس یا عسکر باوری نباشد پس به کی باور کنیم؟ ذکر نشو. خدا با انسانی راستکار یک جایی می باشد. کنی بیا رفتیم. وای 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 وای. از این میبراید که از پیش چشمانمان مواد مخدر را میگذرانند و ما خبر نداشتیم؟ بله سردار. در یک خلطه از این دو تاگی موجود می باشد. وقتی که به خلطه انداختن پسرم دیده است. تا این وقت مرا برای کشاندن مواد مخدر استفاده برده. تو دیدی؟ بله، هم دیدم و هم شنیدم. چی شنیدی؟ این عملیات آخری نشان بوده است. از سرحد تیلا گذراندن میخواهند. تیلای غیر قانونی؟ بله، کاری بسیار کلان بوده است. کاری کلان همینطور نه؟ با واسطه پدرم نیتی کشاندن دارند. از سببی که پدرم خبر ندارند کارهایشان بسیار آسان می شده است. کاری کلان. برادر آیا میدونید چطور به وطن و ملت خدمت بزرگ کردید؟ ما نیز عاید این طلا جستجو داشتیم. برای دستگیر کردن فرصتی خیلی مناسب است. شنید برادر، شنید مرحمت، شنید. پسر جان شما هم شنید. این حادثه را به کسی نقل نکنید. بارهای ماشین چی؟ وای بگذار همانجا ایستد. با کجا روان کرده باشن به همانجا ببر. لیکن نامی تو چی بود؟ حمزه سردار. گوش کن برادر حمزه. این مالهایی که در ماشینی بارکش هستند ما را با آن طلا میبرند. اگر ما خودسرانه حرکت کنیم قاچاقچیان طلا را یافته نمیتوانیم. فهمیدی؟ بله فهمیدم. فقط از شما همین را خواهانم که تا دستگیر کردن قاچاقچیان با ما همکاری باید. برای دولت میکنیم. البته میکنم. برای دولت جانم فدا کنم. نه این گپی دیگر. سلامت باش برادر حمزه. لیکن آید این موضوع با یگون کس حتی با همسرتان گپ نزنید. تو هم پسر فهمیدی؟ با یگون کس یگون چیز نگو.
انا این رو گیر. خدمت به دولت بیموز نمیماند. نه سردار، ما برای پول نامدیم. میدونم، لیکن این برای تو نه، برای یعنی این کودک است. وی در نزد ما قهرمانی کرد. این هدیه قهرمانی اوست. بگیرین. احسن. چی گپ دختر؟ از امکت ترسیدی؟ مگر من امک دارم؟ شما باری هم از حالم خبر گرفته اید؟ گوش کن زهرا، جیانم زهرا، گوش کن. اگر دروغ گفته باشم، دروغ بودنی سخنم را گوید. بعدی وفات پدر و مادرم ناگهان کجا گم شده؟ بعدا یگان مراتب زنده مرده یا اینکه گوشت سیر بودنی جیانتون رو فکر کرده؟ فهمم، راست میگویی. البته گفته‌های تو حق است. یکی کاری مرا میدونی که کاری من قاچاق است. کاری بسیار، رفت و آمدی بسیار، زنده یا مرده ماندنم معلوم نیست. یک بار گفتی که امکم کجاست؟ فکر کردی؟ امک، همه کارهایتان را میدانم و سبب جهل کردنم نیز همین است. بیهوده در نزد من وقتتان را صرف نکنید. گوش کن، این صحبتمان در اینجا خوش نیست. بیا خانه دروی. مرا ببخشید. با امکی که بعد از وفات پدر و مادرم خیب زده است. بیرون از خانه سخن گفتن خوبتر است. چی گفتنی داشته باشه در همین جا گوید. تو مرا خطا نفهم. لیکن من همچون امکت تو رو فکر میکنم. در اینجا و تنها در شرایط ناگوار زندگی کردنت زید میباشم زهرا جان. یعنی؟ زهرا جیانم، یک انسانی نیک را میشناسم. زهرا ستاره درخشانترین. درخش نصیب باشد اگه روز برای من هم نمی‌درخشی. گم شو از اینجا، گم شو. این چی گپ؟ امکت را زدنی؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید که بعد اینقدر وقت پیدا شده گرفته به یک کلانسوی احمق ما رو پیشکش میکنید؟ خوب آرام شو. خواستگار این خواستگار است. وای کس با آدابی تو را معقول کرده تو را خواسته است. فهمیدی دختر؟ روا دیگر کس را معقول کند. زهرا وای خدمتچی حربی کماندیر می باشد. کماندیر پلیس ده می باشد. و این چی معنی دارد میدونی؟ وای شاهی ده است. مگر قرار خواسته‌اش را از تو میپرسد؟ تو عقل داری؟ کی رو خواستنی وای به من اهمیت ندارد. با کی بودنم را من خودم قرار میدهم. آیا من تو را گوش میکنم؟ وای شخص تو را دوست میدارد. بغیر از تو به کسی نگاه نمیکند. تنها تو را میخواهد. این کار یا به خوبی حل میشود یا برعکس. یا با جنگ و جنجال تو را بزنی میگیرد. او هیچ کس را گوش نمیکند، نه تو را نه مرا. تمام بد سلام. گپی وای یکتا. بین این انگشترین کسی است که پدرم پیش از وفاتش مرا با او فاتحه کرده است. من بی صاحب نیستم. روزیگی پدرم برای من اهمیتی کلان دارد. من آن را ناموس دارم و پیش آدمان حربی زشت سیرت سرخم نمی کنم. اکنون از اینجا رو دیگر طاقتی تو را گوش کردن ندارم. فهمو، من به تو گفتم آینده چی می شود از خودت وابسته. و اینش من کاردار نیستم. دفشم او خانه دار نمی شود. ای خدا مرا نگاه دار، به من یاری ده. دفشم
سردار امروز آمدگی ها کی بودند؟ ظفر امروز آمدگی ها به ما فرصتی طلایی را تحفه کردند. طلا؟ با کدام معنا؟ به معنای آن که در آینده نقشه های کلانمان را عملی میگردانیم. نقشه های خیلی کلان را. این طلا برای خریدن آینده امان کفایت میکند. آینده برای ما تابان است ظفر، میفهمید؟ خوراک خنک می شود. کاش که پدرت دیر نمی کرد. ساعتی من کوچه‌گردی نزدیک شده ایستاده. خموتیر نشوید، می آیند. مادر، ها؟ من باید به کار درایم. این گپ را از کجا برآوردی؟ وقتی که کار کنم خراجات هایم رو پرداخت میکنم. باری پدرم کمتر سبکتر می شود. برای آن که اکای فرحتم خانه دار شدن میخواهم. برای این نه. پدرم کلان سال مونده می شوند. کارهای شما هم وزنین است. برای یاری دادن زهرا را می بیاری. اگر لازم باید مکتب رو. نه، مکتب رو چی؟ از مکتب خارج می شوم مگو. با من نگر تو میخونی، تو هم میخونی. آید و بحری هم میخوند. اگر لازم آید زمین رو با دستانمون شدگار میکنیم، شمایان رو میخونونیم. شما عذاب‌های کشیده ما رو نبینید. فهمو مادر، گریه نکنم. هم میخونم هم کار میکنم. اصول پای افزار رو مردی کار شده کار میکنم. مصرف های مکتب رو کار کنم بسیار خوب میشود. پدرم آمدند. تو را پدرت رو پیش بازگیر تو از که چشمانم رو نبیند. کمی باغوشم بیا. پدر کمتری دیگر دیر میکردید مادرم روزتون رو نشان میداد. مادرت هیچ کار نمیکند، دلش به ما میسوزد. خوراک خنک شد آخر. خنک باشد هم میخوریم. بگاه بدی هم میرویم در آشخانه استاد رسیم خوراک پر لذت میخوریم. من هم بیایم؟ البته تو هم بیا. خوراک بهتون نمیشود ها؟ اکای آید هم بیایم؟ البته الیف هم بیا. به اولی باسین هم میخریم. اکاد هم به دوست داشتش هدیه میگیرد. درست؟ هدیه؟ معاشت رو گرفتی؟ معاش نگرفتم. این طرفش رو فکر نکنیم. ما با آیت حل میکنیم. پگاه با شما یک هدیه میکنیم. کنی به خانه دارم. ظفر، پول قوه است. قوه. پول داشته باشی همه چیز را خریده میگیری. با پول شرف، آبرو، آدمان را و حتی ناموس را خریده میگیری. همه در نظرت دو قط میستند. آبرو پیدا میکنی و چه خیلی که خواهی همون طور رفتار میکنی. این همه پس فردا به ما میسر میشود. یگان مشکلی پیدا نمیشود؟ نمیشود. اگر یگان مشکلی شود ما ضرر نمیبینیم. ما آتش نمیشویم بلکه آتش گیرک میشویم. چه خیل؟ آتش گیرک. آتش گیرک خوب. آتش گیرک خوب. الو
الو هالدون چی حال داری؟ من قلیچ. خدایا. قلیچ؟ هالدون بیمار شدی مگر؟ تب داری؟ نه بیمار نیستم. چیزی که باشی گوش کن. کار رو انجام دادی؟ زمین رو. هالدون براتر گپ زن. زمین رو گرفتی یا نه؟ نه نگرفتم. نه پول رو با دیگر کار صرف کردم. هالدون مرا گوش کن. ما در اینجا جانم رو به خطر گذاشته کار میکنیم، تو باشی پول رو به دیگر رو صرف میکنی. تو دیوانه شدی. با من داد نزن. تو نمیدونی به چه حال بودنم رو. من تمام شدم. تمام. اگر زنگ نمیزدی خودم رو میپروندم. بغیر از مرگ دیگر چاره نماند. اگر خواهی حاضر خودم رو پرونم، تو هم شنو. هالدون احمقی نکن، به عقلی نکن هالدون. همه چیز تمام شد. هالدون هر مشکلی چاره ای دارد. با دروغ‌هایت با من ذوق کرده ایستاده ای. هالدون از تو قرضدار نیستم که دروغ گویم. مرا گوش کن. من از تو یگون چیز نمیخواهم. پول، زمین، همش را یک سو گذار. یک کاری مهم دارم. فهمیدی؟ بای میشویم. بای ثروتمند. میفهمی یا نه؟ با من شوخی نکن. هالدون تو مرا میشنوی؟ هالدون تو مرا میشنوی؟ بله میشنوم. گوش کن. کار را میفهمانم. این کار با طلاست. توکل دارد، لیکن مقدار طلا حد و حساب ندارد. شخصی طلاکش را یافتیم. اینجا یگان مشکلی نیست، اما این طلاکش را باید نابود سازیم. خدایا تو به همه کار قادر می باشی. همه چیزها را آفریده ای. ما را بدون آورنده و گیرنده می باشی. من بنده عاجزت می باشم و به نزد تو آمدم تا که دعا کنم. شاید که دعایی از دهانی من برآمدم مقبول قبول نیست و از همین سبب برای خاطر یارت حضرت ابوالحسن خرقانی دعا میکنم. خدایا وطنم، ملتم و تمامی مؤمنان را در پناه نگه دار. از عدالتت شبهه ندارم و روزی هست که از بالای عملهایمان سوال جواب میکنیم. خدایا مرا ببخش. استا حمزه سپارش ها رو گیره. کی چی میخورد؟ من غوزی تندوری میخوام. من هم فرهد پسرم تو چی؟ من هم از همون خوراکه. مادرم چی خوردن میخواهد؟ من آبی گوشت نوشم. چی؟ آبی گوشت؟ آبی گوشت نمیشود. تو هم غازی تندوری میخوری، فهما؟ لیکن میکنه قبول نمیکنم. برای ارزان بودگیش گفتی ها؟ نه، از سببی که دوست میدونم. از سبب ارزان بودگیش گفتی. من میدونم. زنک اقلا یک بار برای خودت خورش. من هم برنج با آبی گوشت میخوام. من هم همینطور. من هم پدر جان گفته اکم رو میخواهم. فهمیدم. تمام عائله بر ضد من متحد شدن. اگر این خیل باشد من هم قرارم رو دیگر میکنم. استاد رسیم، من هم برنج با آب گوشت میخوام. نه، با مکتب نمیروم. شما مرا از پدرم دور نکنید. گپای سفسطه را مگو. در اصل تو با این کارت خودت رو از پدرت دور کرده ایستاده ای. مانند وی برین. نه، کی برین؟ مبادا در حق مادرم گپ نزنی. در حق مادرت چی گویم؟ کار شده گذشته است. راهش را خودش انتخاب کرده رفت. بخیر شود. مادرم به هیچ کجا نرفته است. او را تو رای کرده پدرم را از جدا کردی و حاضر باشد مرا نیز از پدرم جدا کرده ایستاده ای. مرا گوش کن. این بی‌ادبیت یگان فایده ندارد.
تو این روز یگان چیز نگفتم، طاقتم نماند. اکنون بس کن. یا دهانت رو محکم کرده به خوابگاهی مکتب میروی یا اینکه چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بس کن دختری بیعقل. یگان چیز رو ندانسته دانوگی میکنی. تو تا حال چقدر بیعقل بودنی مادرت رو نمیدانی؟ چه تو فکر میکنی که دانایی؟ با عقلی خوردککت مروی داره میکنی دختر؟ تو خوراکت رو خور. مایلش میخورم. تو بد اخلاق و بیعقل میباشی. باز با بالای این کورنمک هم هستی. ما تو را با مکتبی بهترین ترکیه ماندیم. تو باشی با جای رفته خواندن. نرفته ناشکری هم کرده ایستاده ای. ناشکر کورنمک. مادامی که مکتبی بهترین است، فرزند خودت رو چرا با اونجا نمیفرستی؟ هلدون خیرت که آمدی. این دختر مرا زیاد کرده دلگیر میکند. این دختر مرا میکشد. در حیاتم تو به این درجه ناراحتی رو ندیده بودم. چی شد با شما؟ چرا تقسیم کردن نمیتوانید؟ این دختر مرا دیوانه میکند، میکشد مرا. در اصل تو مرا دیوانه میکنی و خواهشت نیست همین است. بس کنید، تمام. کارش رو دیدی؟ ایپک، تو هم خواب کن. جانم رو بالا آوردید. اوف اوف اوف. جانم، دخترم، این خیل نکن. دخترم، من هم در حالتی وزنین می باشم. کارهایم بسیار بد است جانم. من امروز باید به کارس روم. اگر تو این طور کنی من رفتن نمیتوانم. دخترم این طور نکن. پدر، من یگان کار نکردم. وای فقط مرا خم میدهد. وای هم خوب نیست برای همین. تاثیر یک کس به همه میرسد دخترم. اقلا نامی مادرم چی بود گویه؟ چی؟ نامی مادر حقیقیم را. تا حال همین رو میپرسی؟ من به تو فراموش کن گفتم. برای چی؟ آیا انسان مادرش رو فراموش میکند؟ وای مادری من است. راست میگویی دخترم، لیکن بعضی چیزها رو تو نمیدانی. دانستن هم نمیخواهم. من تنها مادرم رو میخواهم. کسی که نباشد مادرم است. شما اقلا نامش رو نمیبید. برای چی؟ فهمو دخترم، من حاضر میرم. وقتی که آمدم این موضوع رو حل میکنیم. روید، شما هم مرا دوست نمیدارید. جان، مادر، در کجایی؟ در کجایی نباشید شما را میابم. من نزدتان میآیم. به چای بر این باد یگان چیزی خوب است. بسیار بوی خوش دارد. این خیل نگوی، خوب نیست. امروز با من کار دار نشو عزیزم. نگاه کن، فرزندانم، زنی دوست داشتم در نزدم می باشد. جانم، همه چیز خوب است. برای اینکه آیله من خوب است. آیله شیرین، تا امروز بسیار عذاب کشیدی، لیکن بعد از این دیگر عذاب نمیکشی. کتاب، بعد امروز چی می شود؟ به انقره میکوچیم. چی؟ به انقره میکوچیم. با انقره؟ به انقره. این چطور می شود؟ یک رفیق خدمتچی حربی دارم، از انقره برای ما زمین گرفته است. در آنجا خانه می سازیم. خانه کلان می شود و این خانه ما مانند نمی شود و یک چند حجره دار می شود. به فکرم باید همین خیل شود، یعنی کلین را نیز باید فکر کنیم. برای خانه پول لازم است، لیکن ما پول نداریم. این طرفش رو ما حل میکنیم. من در آنجا کاری خوب پیدا میکنم و تحصیل فرزندانمون خوبتر می شود. در آنجا حیاتمون نسبت به اینجا خیلی بهتر می شود.
راست میگویی لیکن لیکن نگو. ما علکه فکر کرده قرار دادیم. تمام. به انقره میرویم. پیش خدمت. حسابی کن. پدر کجا سراسیمه؟ همه جا میرویم. امروز روزی ما میباشد. کجا میخوایم همونجا میرویم. سر میکنیم. سر. همین خزفر برای ما این شبی مهم است. چه گفتی؟ بله سردارم. آهسته تر. عینک را به چشمانم گذارم تا به او پسند بیایم. وای وای وای، این تصادف را نگر. در بالای کوه یک گلی زیبا، گلی خاردار لیکن بسیار زیبا. من حالا سخنم را تمام نکردم. تو نباید از من رو گردانی، فهمیدی؟ دستم را سرده. چی میخواهی؟ خواهشم را میدانی. عمویت را با نزدت فرستادم. من هم جوابم را دادم. این را به تو نفهمون. من بی صاحب نیستم. فهمو؟ مرا فاتحه کردن. به من نگر. نامزدی دیگر کس می باشم. در همین دیه فاتحه شدم. گوش کنید. خواه قماندان خواه شاه باشد هم حقوق دیگر کس را پایمال کردن را نداره. در این قشلاق حق ندارید به ناموس دیگر کس دخالت کنید. وای اماکی بی ناموسم را باشد دیگر به نزد من نفرسته. زهرا! من اجازت نداده یکان کس از اینجا نمی رود. اینجا گذر. به من نگاه کن. این جایها در نظارت من هستند، فهمیدی؟ اگر من نخواهم نه دوست داشته می شود نه نامزد. نخواهم یگان تاش نمی شود. نزدیک نشو با من دوشم. تو از آنی من می شوی. نه. اگر به خوبی نشدی با زوری می شوی. فهمیدی؟ اگر حرکت کنی میپرانم. فرهاد. زهرا! فرهاد. اگر حرکت کنی میپرانم.
بپرانم گفتم. خدایا مرا از این بیناموس نجات ده. در جایتی است. خدایا مدد کن. فرهاد من تو را شرمنده نمی کنم. بگی زهرا لبای یک براکت هم نگفتی که مرا دوست داری. نمیگویم. برای چی؟ فرهاد من هم تو رو دوست می‌دارم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یک لحظه. درا رفیق سردار، مهمانتان آمد. زفر کدام مهمان؟ جناب هلدون. جناب هلدون بیاید.
خوش آمدی هلدون. خوش باشی. بنشین. گپ رو بسیار دراز نمی کنیم. از سرحد به مقدار بسیار زیاد طلا وارد کردند. امشب میکشانند. ما انا همون طلا را مصادره میکنیم. لیکن من از قاچاق طلا یگان چیز نمیفهمم. من بیناساس هستم. من هم خدمتچی حربی هستم. خیرچی؟ اعتراض نکرده گوش کن. این کار پولی بسیار دارد. بای میشویم. این پول تا آخری عمرمان میرسد. میفهمی؟ بار را راننده شناس من میکشاند و وی فکر دارد که برای دولت کار کرده ایستاده است. چی خیل؟ یعنی همین خیل. یک شخص بیچاره و ساده است. برای دستگیر کردن قاچاقبران با من همکاری میکنی گفته پرسیدم قبول کرد. خلاص انا همان ماشین بارکش را دستگیر میکنیم. البته این کار را تو میکنی. آخر سخنم را نبر هلدون. تو میکنی. من با فرمایی کارمندی دولتی ماشین بارکش را دزدیده نمیتوانم. حالا چی طور میکنی میفهمانم. فقط یک چیز مهم را فراموش نکن. بعدی گرفتن ماشین بارکش راننده اش را به آزار میکشی. من؟ نه، من این کار را کردن نمیتوانم. میتوانی و ذوقم میبری. تقدیرت همه کارهای در دست من است. میکشم تو را از پیشانت میپرانم. نه، این طور مرا ترسانده نمیتوانی. من خودم دیروز این کار را کردنی بودم که تو زنگ زدی. نیست کو پران. هلدون فکر میکنی که من تو را میکشم و خلاص؟ فرزندانت، زنت و همه خویشاوندانت بمیرند. نه، با دخترم نمیرسی. همین خیل میرسم که خودت نفهمیده میمانی. فهمیدی؟ جانش را از ناخونهایش میبرارم و از این کارم ذوق میبرم. میکشم دخترت را، میکشم و تمامی اولادت را میکشم. تو دیوانه شدی. دیوانم و برابری آن با عقلم. اگر مرا گوش کن آباد میشوی. فهمیدی در این شهر دو انسانی پر قوت میشویم و غیر از ما کسی نیست. و زنت و فرزندانت حیات پر حشمت میبخشی. باز چی میخواهی؟ کمتر با عقل شو. کنی گپ زن این فرصت را پیشنهاد میکردگی آدمی احمق است یا کسی که رد میکند. راضی هستی یا نه؟ پدر امشب با شکار برایم؟ کمی خرگوش شکار میکنیم؟ نه امشب نمیشود. کار دارم. چی کار دارید؟ کار. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید. خوشبخت باشید. سپارشتان تیار است. مرحمت. این برای چیست؟ یک دم صبر کن. سلامت باشید. بخیه پول. سلامت باشید. این کار هم حل شد. شما چی کاری مخفیه دارید؟ پسرم به همه چیز نور نزن. من پدر یا تو پدر. کل رفتیم. ببخشید. حمزه؟ هلدون. به این باوری هم نمی آید. فرهاد پسرم، همون رفیق حربی هم در کبریز گفتم این کس اما که هلدون می باشد. سلام جوانی ناز. این پسرم فرهاد می باشد. خدا او را نگه داره. این جوان مثل شیر است. در جنگ کبریز نام فرهاد از دهانت دور نمی شد.
یعنی فرهاد نام پسرت بوده است؟ بسیار ناز. بله و آن وقتا کودک بود. پدرت در جنگ مرا حمایه کرده بود. اگر این مرد مرا به قفایش پشتوانه کرده از میدان دور نمیکرد، من از خونی بسیار یا وفات میکردم یا اسیر میافتادم. پسرم اما که هر دو را گوش مکن، کمتر واهمه کرده ایستاده است. فرهاد تو به خانه رو، من با اما که هر دو کمتر صحبت کنیم. دیرتر به خانه میروم. لایق پدرت باش بچه. این کس یکی از مردان حقیقی میباشد. برو کنه بیا یگان جا رویم صحبت کنیم. بله. این عجایبات خدا را بینه. این را بینیده. در حقیقت کی میدونست که ما باز وا میخوریم؟ باز در انا همین جا. بله در کرسی کلام با تو وا خوردیم. اکا یک جای قریه ایلیک بازی میکنیم؟ مایلش. لیکن اول از تو یک چیز میپرسم. فقط دروغ نگو. مایلش؟ پرسه دروغ نمیگویم. همراه پدرم شما دو کسا یگان کاری من نمیدانستگی رو کردید؟ بازی نکردنی باشد نکنید اکا. با من نگاه کن و فهمون. تابم خیره نشود. اکا دستم درد کرد. شد به شما میگویم. با کجا؟ وای نزدیک زهرا میروی؟ در همین بیوقتی؟ چی نومش رو بد کردن میخواهی؟ سراسیمه نشو سهر میدهی. برادر من تو را امروز غمگین میبینم. اقلا خوراک نخوردی؟ اشتها ندارم. کارهایم بد میباشد. حالا وارد امتحان حیات شدم. آخرین دنیا است. ما هممون در امتحانیم. در اینجا تبدلات شد. انرژیستا مشکلی آوردن. آیدی پول کار کنی دشواری های زیاد داریم. خلق پریشان شده است. یک روز همش خوب میشود. میدانم. یک کار هست لیکن بسیار وزنی دارد. کار است یا بعضن وزنین باشد هم او را باید اجرا کنی برادر. درست است. باید اجرا کرد. اوف مگو همش نقض می شود. من هم به یک کار مشغولم. وزنین است لیکن امیدوارم که همش خوب می شود. برادر یک وقتا به من آیدی زمین ساختن خانه و کوچیدن به انقره رو میگفتی. بله. من فکرم این گفته جامعه عمل میپوشد. جدی میگویی؟ بله جدی میگویم. همین مسئله کاری آخرم رو حل کنم امید دارم که میکوشم. به من یاری میدهند خانه رو با محصولاتی زیادتی که از انشاءات های تو جدا شده است برپا کنیم هم میشود. حتی از خشت عادی شود هم میشود. هم یک خانه خردک باشد کفایه. البته میکنیم جورا. حتی از گفته هایت هم بهترش رو میکنیم. همین مشکلی هم گذرد. تو وای کار رو با من گذار. حمزه؟ کجا رفته ایستاده؟ کار دارم. به کار میروم. نصف شب؟ تو شبانه یگان مراتب نمیرفتی؟ کاری نه. کار گندم نیست لیکن کار خوب است. از همین سبب میروم. فهمو لیکن خوب نکردی. کردم خاطر مشم. شرین نزم بیا.
بیا این را پوش. خیلی با من نگاه نکن. برای چی؟ شرم میدارم. حالا هم شرم میدارم. حالا هم روزی اول بریم. شیرین نگاه کن من به تو چی آوردم. با من؟ بله به تو. کشاده بین. تا این روز آرزو داشتم، شکر خدا که این روز گرفتم. میدونم عشق تو ارزنده همه چیز میباشد. نگاهی پر از عشق تو از قیمت جهان قیمت تر است. جانم من به این هم تو رو دوست میدارم. میدونم عشق تو ارزنده همه چیز میباشد. نگاهی پر از عشق تو از قیمت جهان هم قیمت تر است. این خیلی نگوی. گفتم این حقیقت است. من تو را در حقیقت دوست داشتم. کاش که این چیزی خورد جوابگوی عشق تو میشد. مرا نگیریان. خدایا شکر به پایان میکنم. شکر. شیرین این قرضی ما است میدانی؟ چی گفتی؟ بله. این رو به قرض خریدی؟ همزمان هیچگاه از تو انگشترین طلب نکردم آخه. نه تو خطا فهمیدی. قرض مرز نگرفتم. در اصل این کاری ما به آید می باشد. به آید؟ بله به آید. چی بودنش رو بعد میفهمم. حاضر من باید روم. از آید یگون سوال نکن. من خودم همش رو میفهمم. حاضر باید روم. وظیفه‌ام رو باید اجرا کنم. فهمها؟ منو فهمیدی؟ بما بگذار خواهش تو شود. خدا نگهبان است. تو رو هم. خودت رو احتیاط کن جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرهاد تو اینجا چیکار میکنی؟ من هم میروم. برای چی؟ میروم شما رو تنها نمیگذارم. چخه؟ پدر همش رو آیت با من نقل کرد. در این کار من شما رو تنها نمیگذارم. و کودک نیستم کو. میلش خواستی تو شود. بیا رفتیم. Siyahın gölgesinde güz, ellerimde yar eski. Siyahın gölgesinde bir güz, ellerimde yar eski. Önümden geçen yaşlı çınar, gözleri denizden gi. Uzağımdan geçmez vakti zaman, her birimize bu yazgı. Gelen yağmur gökten inince, içim ağlar inceden ince. Acıdan boğazımızda düğümler büyürlerken,
Bahçe güller sermiş, siyahından kervan. Yürü ol yürü, yürü ol yürü, gitmeliyiz buralardan. Usta Hamza, از پس ما بیا. مایلش از ما بسیار دور نشو. مایلش بسیار برو خوب. برو. رفتیم. چی شد پدر؟ چی میگوید؟ من هم نفهمیدم. از پس ما آید گفت. آخر ما راه رو میدونیم. میرویم. فکرم پلیس است. پدر چه پلیس؟ از پسش میرویم. لعنتی ها، ما رو فیلمگر ماشین رو گریزاندن. لعنتی ها، هزار لعنت. لعنت به شما. دو نفرها همین جایی است. ایست. حمزه؟ هردوم؟ مگر تو عقلت رو خوردی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ در اصل تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای چی تو آمدی؟ هردوم تو چی گفته ایستادی؟ چه کار میکنی؟ تو ماشین رو مونده از اینجا گریخته رو. با بلا گرفتار شده ای خبر نداری. از اینجا رو. مادر جان چی شد؟ مادر جان چی شد؟ کودک برادر تو چی میگویی؟ آخه دیروز گپ زدیم برابر در انقره خانه ساختنی بودیم. اون وقت با این کار همراه بودن رو نمیدانستم. حمزه گوش کن. شخصی که تو رو با این کار همراه کرد من با او همراه هستم. فهمیدی؟ انا با همون کماندیر پلیس همراه میباشم. حمزه این طلاها تماما به دولت نمیرود. ما برابر این عملیات را به نقشه گرفتیم و طلاها را میگیریم، لیکن من تو را نمیدانستم که اینجایی. هردو تو چی ها میگویی؟ این کار خیانت به دولت میباشد. دولت داران همین آدمان میباشند.
و انا همین آدمان میخواهند که من تو را کشم. مادر جان چی شد باشه؟ اوید همسایه خاله رو فریاد کن. مادر جان. تو چی ها میگویی؟ این گفته هایت به تو مناسب نیست. به دولت چی تبلیغ بسیار گپ نزن. دولت و ملت را یک طرف گذار و از اینجا گریخته رو. به خاطر فرزندانت رو. حرکت نکن. آمدن. گریز گریز. زود باش گریز. گریز مرا در خطر نگذار. زود باش. آرام دخترم آرام. بسیار کودک زیبا است. حرکت نکن. گفته بودم من باری هم آدم نکشتم. آرام شو. ظفر از اینجا این افلاس را بردار. حالا کارهای زیادی داریم. ظفر دو. این کی بود ها؟ کی بود؟ نمیدونم. احوالی مادرم خوب است؟ خوب است. بین یک تا کوچه زیبا پیدا کردی.
درون ماشین کسی بود لیکن تو ندیدم میگویی. اما آن شخص مرا دید. فهمیدی؟ دید. اگر این کارمان فاش شود هممون از بین میرویم. نگاه کن، وای شخص باید بمیرد. چی کار کردی ظفر؟ نیست شد. در بین خانه های ویران غیب زد. اگر او را جستجو کنیم وقت زیاد صرف می شود. این جسد و ماشین را باید جابجا کنیم. فهمم. غیب زده را بعد میابیم. حالا این کار را حل کنید زودتر. پدر پدر جان باید رو بین چه خوش روی. من اکنون اپاش میشوم. من اکاش میشوم. اکنون من میروم. باز به خبرگیریت میویم. خودت رو احتیاط کن. اپا مایلر خدا از شما راضی شود. از تو نیست. الیف بین این دادره که من باشم اپاشم. چرا با نظر نگرفته؟ رونالدو آدم ساده نبود. از این فهمیده می شود که از شما هم واقع بوده است. رونالدو با کسی زبون کرده است. اکنون چی کار میکنه؟ خانش رو میدونیم. این خیلی باشد چرا ایستاده؟ برای چی نمیروه؟ برای چی؟ فهمو با زودی میرویم. کنی رفتیم زود میرویم زود. بفرمایید. پدرم خیر پدرم رو
ای جوان چی شد؟ چی شد با پدرم؟ گپ نمیزنی؟ نه هیچ چیز نشده است. دیروز کمتر دیر آمد. پسرم اینجا بیا. آگاه مکتوبی کماندر قلیچ می آید. آن را به من می رسانی. من میروم. به من اجازه است. گفتگیم ولی اگر شخصی جستجو کرده امان را یافته حتما به شما میرسانه. میلش با اجازه شما. رفیق سردار برای گرفتن مکتوب نسب لازم است. لاهن قلیچ لاهن. باری دخترم با آفتاب آب پر کرده بیار. شما کیستید؟ در اینجا چی کار میکنید؟ ما شوهر لازم. وای در کجا است؟ گپ زن. وای با کار رفته است. من بیمارم. از خانه بیرون برای. اما آرام شو. تو درون رو جستجو کن. تو باشی بیرون رو. همه جای رو کافت و کاب کنه. شما در اینجا چی کار دارید؟ پسری حمزه هستی؟ ها؟ تو کسی؟ بودنی مرا یک سو بزار. در کجا بودنی پدرت رو به ما گرد زن. مالهای ما را گرفته به کجا خیب زد؟ مرد. من دروغ نگوی. راستش رو گوی. دوست اصلی یکی مالها رو دوست انا باید پدرم رو گوی. کماندر کلیچ لهان. چی؟ فرهاد چیزی در کاری را گفت. اکنون میرویم. فرهاد با تو چی شد؟ اکا پدرم در کجایند؟ گپ زنید پدرم در کجایند؟ گپ زنید اکا. پسرم گپ زن آخر. پدرت در کجاست؟ مرده. او را کشتند. اکا شما چی ها میگویی؟ او را نباید کشته باشند اکا. اکا پدرم در کجا؟ شما چی ها میگویی؟ مادر جان مادر جان. مادر جان. ماشین را حل کردیم. شخصی که ما را دید به سر ما بلا می شود. اگر ما او را نیابیم راهی خلاصی یافته نمی توانیم ظفر. سیمایش را ندیدیم. سردار رفته از اویلش خبر گیریم. ندانم. به فکرم حاضر این کار را نکنیم خوبتر می شود. از ما شبه کردنشان ممکن.
بیا. کماندیر تو آنجا ایست. اسکر تو بیرون برو. من چیست؟ همان ماشینی بارکشی ما، یعنی ماشینی ما رو غصب کردن. برای چی؟ ماشین غصب شده است. چرا؟ اینها چی هستند؟ ستاره. گوش کن، انا همین ستاره ها به من حقی غصب کردن ماشین ها را میدهد. حتی کله قاچاقچیان را که با این ماشین ها میکشانند گیر میگوید. اکنون فهمیدی؟ کماندیر درست است، لیکن دهانت را پوش. در همینجا میپرانم. حرکت نکن. اگر خواه همتان را در همینجا میکشم. شاهی اینجا کیست؟ گردن! منم. و من خبر نداده کار میکنید؟ نتیجه شنین میشود. ظفر گوش میکنم سردار. و اینها کرده اشان را نشان ده. کی بودنشان را فهمان. بین بویش را نفس کش. این چی؟ موادی مخدر. اول موادی مخدر حاضر باشد تیلا، همین خیل نیست؟ آیا به من خبر نداده کار کنید فایده میدیده باشید؟ ایست. کماندیر آرام شو. گوش کن. زبان یک کرده میتوانی. زبان یک کرده میتوانی من؟ دیدی؟ چه خیل عقلت به کار در آمد. مادرم رو میخواهم. برای چی حمزه؟ برای چی تو رو کشتن؟ مادر اکنون چی کار میکنی؟ چی کار میکنیم؟ میرویم. فرهاد باید رویم. باید جزدانها رو برار. مادر کجا میرویم؟ برای چی؟ پسرم تو نگفتی که قاتل پلیس و قاچاقچیان میباشند. آنها میآیند ما را آرام نمیگذارند. آید زود لباس ها را جمع نما. باید به قطار دیر نکنیم. زهرا و زهرا باید خبر دهم. پسرم ما در کجا وا میخوریم؟ مادر در ایستگاه وا میخوریم. شما را در آنجا مییابم. زهرا 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 زهرا
من امروز در اینجا ندیدم. خاتوش خاله من حالا میروم. با زهرا رسونید. من پس از یک ماه میایم. حتما میایم. حاضر فرمانده نمیتوانم. مرا منتظر شود. بسیار مهم است. مایلش حتما میگویم. تشکر. من چیکار کردم؟ همش گناه خودم. اویا لعنتی ها گریختند. آنها یگان جای رفتن دارن. ایستگاه خطارا. با فکرم به ایستگاه خطارا رفتن. لعنتی ها. زود به ایستگاه رفتن لازم. میرویم. زود رفتیم. بیایید مادر یافتم زودتر. زودتر مادر جون. دو با مادرم یاریده. زودتر سری روننده را دیدم. چیکار کنید؟ من گوش کنید. زود به ایستگاه آینده روید. اگر لازم آید پرواز کنید تا که از آنها پیشتر رسید. همه‌شان را به قتل رسانید. اگر نه هممون نابود میشویم. مرا فهمیده؟ خیلی زود باشید. اینها رو برای شما گرفتم. تشکر پسرم. مادر چیکار میکنی؟ من قرار میرویم.
هم باشد هم در آنجا زمین داریم. از نو حیات شروع میکنیم. همین رو دون که پدرمون و خانه همون رو مونده رفته ایستاده ایم. طاقت میکنیم به خاطر پدرتون به پا میستیم. و شمایان را همیشه در قله‌های بلند زندگی دیدن میخواست. همیشه در بلندی ها. ما بر این شدنتون رو هیچگاه نمیخواست. تو قبول دادی. همه اتون بخونید. مرا فهمیدید؟ پدرم چی میشه من؟ اون کس رو دفن هم نمی کنی؟ یک روز برگشته قبر برپا میکنی. اونهایی که ما رو به این حال آوردن حساب میپرسیم. وعده میدیم که میپرسیم. تو همیشه حلال کار بودی. حلال کار جورا و همین خیلی وفات کردی. جورا من تو را یاد میکنم. جورا قبرت پر از نور بود. مرا ببخش. حدی اقل تو مرا ببخش. همچون پرنده از دستمون ریخته رفتم. البته در ایستگاه آینده دستگیر میکنم. امیدوارم گفته ای تو میشود وگرنه کله هر دویمان میپرد. پسر را دیدی؟ من ندیدم، اما میمیش دیده است. خواب کن پسرم، مونده شدی. طریق جان، من به تو چی گفتم؟ برای چی با دقت به وای دختری شوخ اعتبار ندادی؟ انا اکنون به پدرش چی میگوییم؟ من چیکار دارم؟ مگر من کودکبان هستم که همه چیز را از من میپرسید مادر جان؟ من چه خیلی عذاب دارم خودم میدونم. الو ایپک، من هالدون. سلام هالدون جان، چه حال داری؟ من نقص
جانان چی حال دارد؟ جانان نغز در خانه درون کتاب خوانده نشسته است. آمد رفتیم. مادر همون آدم ها آمده ما رو جستجو دارن. چی شد پسرم؟ باید برخیز. اگر به قطار در آیند راهی خلاصی پیدا کرده نمیتوانی. مادر من آنها رو به دیگر طرف میبرم. شما از واگن اول فروید. این خیر نمیشود. مادر وقت نداریم. آنها ما رو نیافتن. ما باید از قطار فروید. اگر برنگردم پگاه سحر با قطار اولی به انقره میآیم. در آنجا وا میخوریم. چطور میابی؟ در روز آخری هر ما وا میخوریم. فهمو مادر جان؟ فراموش نکنید. اوید ایستگاه قطار انقره. اوید باری خیزید. دیدم زود باش. میگریزد داو میگریزد. میگریزد داو. زود باشید. قطار به حرکت در آمده پرویم. رفتیم. مادر جان خوب هستی؟ مادر جان جوان عمری تو تا این دم بوده است. خطا فکر میکنید. من حالا نمردم. این احمق چیکار کرده ایستاده است؟ باز برمیگردم. با کماندیر کلیج گوید او را پیدا میکنم. کلیج لحم. پدرم را چی طور که کشته باشد همان طور کشته میشود. باز برمیگردم. فراموش نکنید برادرتان را آخری روزی هر ماه در ایستگاه انقره انتظار میشویم. آید. مادر خوب هستید؟ مادر نگاه کنید در اینجا میتونی ایستید. پسرم پول میپرسند. من کمتر دارم. مادر جان در این وقت به کوچه براندن من است. بیاید زودتر رویم مادر جان. مادر جان خود ایستادم. مادر حجت خونه رویم احتیاجم اومد. صبر کن دخترم. این پول برای 3 کس می باشد.
ما 3 کس هستیم. شما 4 کس می باشید. در دستتان بوده را فراموش کردید. چخیل آخر او حالا کودک است. درست، اما او گیره میکنه. در حجره دیگر آدمان نیز هستند. آنها را ناراحت میکنند. ممکن است که آدمان به غضب آمده و دیگر مهمان خانه روند. در این حالت من پولم را گرفتن نمیتوانم. برای همین برو حساب نکنیم نمیشود. برخیز از آنجا، من هم شیشتن میخواهم. گذر نشین، جای بسیار است. به فکرم پول نداری؟ یک سراغه را جستجو دارم. این محله را نمیدانم، حیرانم از کی پرسم. خیر، اگر همان سراغه را یافتگی به تو پول میدهم. من گدا نیستم. من تو را گدا نگفتم، به تو کار تکلیف کرده ایستادم. تو به من سراغه را یافته میدهی، من باشم به تو پول میدهم. اوف، تو هم یک رو بوده ای. این بچه دیوانه است چی بلا؟ نیست. من به حجت خانه می روم. بند بوده است و دیوانه از قطار خودش رو پرتفته نمی مرد. بسیار خوب می شد. حاضر دیوانه بار جستجو نمی کرد. мондагиҳояшон чӣ мешавад? онҳоро нобуд кардан лозим. اول پیدا کی کردیم بعد نابود میکنیم. دیوانه